با شکرگزاری از وحدت و ثبات سرتاسری کشور ابراز می‌دارم که برای سعادتمندی و خوشروزگاری تاجیکان در مرحله نوی تاریخی توجه خاصه پیشوای ملت جهت تحکیم پایه‌های دولتداری برای بهگردانی سطح نیکواحوالی مردم و در عموم رشد ساحه‌های گوناگون کشور و پیشرفت دولت صاحب استقلالمان به غایت مهم ارزیابی می‌گردد. مسلم است که پیشوای معظم ملت جهت بهگردانی سطح و صفت زندگی مردم و در عمل تطبیق نمودن سیاست اجتماعی کشور پیوسته تدبیرها اندیشیده و به نظر می رسد که سمت سیاست اجتماعی چون انعنه و اقدامات نیک همه‌ساله در پیام‌های سالانه پیشوای معظم ملت درج می‌یابند و محض توسط همین ارائه پیام‌ها و وظیفه‌گزاری‌ها در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌ها و مقامات دخلدار باعث به آن می‌گردد که همه‌ساله سطح و صفت زندگی رو به بهبودی بیارد. باعث خوشنودی است که سال روان ضمن ارائه پیام نوبتی پیشوای ملت به مجلس عالی مسئله بلند برداشتن مزد معاش کارمندان ساحه اجتماعی، نفقه و استیپندیاها به میان گذاشته شد و همکنون مردم سربلند تاجیک شاهد بر آن است که در رابطه با این امر مهم امر پرزیدنت مملکت به امضا رسانیده شد و خرسندی بخش آن است که در میان ساحه‌های اجتماعی معاش کارمندان ساحه معارف نیز شروع از 1 ایول سال 2023 در حجم 20% زیاد کرده شد. همچون کارمند ساحه معارف کشور در رابطه با این اقدام نجیب و سازنده به پیشوای معظم ملت اظهار سپاس و منتداری بیان نموده کوشش بر آن می‌نماییم که در اجرای رسالت بزرگ آموزگاری جهت در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودن نسل نورس جوان با موفقیت‌ها نائل گردیده در تحکیم پایه‌های دولتداری و حفظ و گرامی داشت دستاوردهای صاحب استقلالی کشور سهمگزار باشیم.